سلام برای چه خبر؟ آقا ما اون رفتیم سوپری دیدیم از این شکلات آمد خارجی که آورده که خیلی ترشه. 3 تا لول داره، مثل تو روکش داره که 3 تا لول متفاوته. روکش اولش یکم ترشه، دومی خیلی ترشه، سومی که دیگه بی نهایت ترشه. خب بریم برای باز کردن و تستش. کلن 1 2 4 تا توش بود، 4 تا توش بود و تو بسته‌های متفاوت و بوی نوشابه تو کولا میده و روش هم نوشته با طعم کولا. و خب بریم برای تستش. خدا اینا خوردن چشاشون در آمده نگاه عشق ریخته، یکم خدا صدا میکنه اینا. بریم برای تستش. بوی اسیدی داره. بریم برای تستش. خیلی ترشه، خوشمزدگیش 2 از 10، اصلا خوشمزده نیست. ترشیش 9.5، خیلی ترشه، حس عجیب غریبی ترشه. خب اینا فقط برای تبلیغاته اینکه اشک در میاد اینا. بریم تموم کنم. بلاک کامل سابسکرایب فرموشتون نشه. نظرتون برام خیلی مهمه. سخت بدنم از بین رفت. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.